بحران کوچه ها سرانجام سقوط آقای مجددی را نیز شکست، اما نه در جهت حمایت از مظلوم بلکه در جهت حمایت از ظلم و ظالم. یکی از ویژگی های بحران کوچی این است که ماهیت اصلی و طرز تفکر انسان ها را به نمایش می‌گذارد. انتظار می‌رفت آقای مجددی به عنوان رئیس مشران و جرگه موضع خود را در قبال این بحران مشخص کند که سرانجام ایشان به این انتظار پاسخ داد. او با عصبانیت از استاد خلیلی انتقاد کرد که چرا به بهسود رفته است. ما اطلاع گرفتیم که آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری روز رفته به مناطق مرکزی افغانستان مردم جمع کرده و بیانایی داده که خیلی قابل شنیدن نیست. و اما چیست آن سخنانی که از نظر آقای مجددی قابل شنیدن نیست؟ یک رهبر معاون دوم ریاست جمهوری این باید اقوام به هم جمع کنه. این تقریبا اعلان جنگ کرد و مقابل کوچیا یک رهبر خجالت بکشه که متگبه میزنه. شاید این سخنان استاد خلیلی باشد که گفته بود من آمدم تا دیگر خونی ریخته نشود. من آمدم و در کنار مردم میمانم تا زمانی که کوچه ها مطابق فرمان رئیس جمهور منطقه را ترک کنند و مهاجرین به خانه هایشان بازگردند. من تا زمان اینجا خواهم بود که خود از دایمیرداد و مناطق آسیب دیدن کنم. و این حرف هایی است که از نظر آقای مجددی یک رهبر باید از گفتن آنها خجالت بکشد. امروز آقا نه رئیس معاون دوم ریاست جمهوری آقای مجددی هجوم کوچه ها در هزارجات را یک پارچگی قوم تفسیر می کند، ولذا هر حرکتی که این نوع یک پارچگی را به چالش بکشاند از نظر ایشان محکوم است. برادران آزادی با هوشیار هستند، میفهمند پیش ما اینا بسیار رفت آمد دارند. از نظر آقای مجددی و بسیاری از کسان دیگری که مخالف موجودیت و حق دیگران است، هزاره های هوشیار خوانده می شوند که پیش آنان بروند و به جای خواستن حق و بلند کردن صدای اعتراض در برابر ظلم و ستم بر اعمال افراد مثل ایشان مهر تایید بزنند. امروز برعلا شد دنیا فهمید که آقای خلیلی چه میکنه. براستی آقای خلیلی چه می کند که باعث برآشفتن آقای مجددی گردیده است؟ آقای خلیلی می‌خواهد دیگر خونی بر زمین نریزد و خانه‌ای تاراج نشود و این چیزی است که آقای مجددی هرگز از آقای خلیلی توقع نداشته است. تو معاون دوم حکومت، معاون دوم رئیس جمهور، تو باید بی‌طرفانه مثلا حل کنی. آقای خلیلی اما در انتخاب بین توقع آقای مجددی و توقع مردم را انتخاب کرده است و این چیزی بود که از جانب آقای مجددی شدیداً مورد تقبیح قرار گرفت. ما جدا یک تقبیح میکنیم یه حرکت. به نظر می رسد رئیس مشران جرگه جای تقبیح را اشتباه گرفته است و الا باید هجوم مسلحانه صدها کوچی مسلح بر بالای خانه و کاشانه مردم، تاراج و به یغما بردن دارایی های آنها و بی خانمان ساختنشان از سوی رئیس مشران جرگه بسیار زودتر از اینها تقبیح می گردید.